بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. حدیث متفق علیه. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند: ایاکم و ظن، از گمان بد دوری بجویید و از گمان بد پرهیز کنید، هیچگاه گمان بد نکنید. به خاطر چی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از گمان بد ما و شما مسلمان ها را بر حذر می دارد؟ به خاطر آنکه رسول الله می گوید: فإن الظن اکذب الحدیث، زیرا که گمان بد بدترین نوع دروغ هست. گمان خود دروغ هست، اما گمان بد این بدترین دروغ است که انسان اجراش میکند. از این حساب است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما را منع میکند از گمان کردن ناجا.